ما حاضر ani سبب مرگ وی رو من گفتن نمیتوانم برای اینکه حواله به متخصصان است. دادستان منطقه کولاب قضیه پرسر و صدای مرگ عبدالقهار رازقوف را در بینای پلیس شهر داد. در مرگ او که اول ماه ینور اعتراض دهها ساکن کولاب را به بار آورد، 3 کارمند پلیس تنها به خنک نظری متهم شدند. 1 ملیسه در بازداشت است و 2 نفر دیگر تا انجام تفتیش با شرط بیرون نشدن از جای زیست در آزادی اند. سبب کشف یافتن اکسپرت چی است؟ ممکن است ژورنالیست باز کنجکاوی کنه سعودیت. سبب در اون است که اکسپرت کمیسیونی تعیین که وقتی که خش تباری وای زده هم مرگ در آمدن دیدن، یکی از سبب‌های ناهنجار شدن وایو هم همین بود که وایو به واسطه باید نمیدیدن، لیکن خیلی زده در آمدن هم رو دیده ترسیدن و تعلقه وایما کردن. بعد طلب هم کردن که ما اکسپرتای کلوب تا درجه اونقدر باور نداریم، با تشبوس من از جمهوری اکسپرتو دعوت کردیم و با ما وعده کردند که در روزهای نزدیک باید خلاصه اکسپرتیز شود. روز 3 ینور دهها ساکن کولاب در نزد سردخانه اعتراض کردند. آنها گفتند تا گمانبران بازداشت نشوند جسد را نمیگیرند. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیخت. بعضا از جانب خش و تبار نزدیکان مرحوم چیشا با احساسات هم را داشتن خیلی، لیکن ما کارمندان مقامات از روز اول و گفت روسا سپانیمانیم یک فهمیش قطعی مناسبت کردیم. خوب است، گنده است، کج است، راست است، مدهش به سر همه اویله هم اومده است و بسیار نمایندگان اویله با ما رفت آمد همکاری دارند و خوشبختانه بسیارشون آدمای با عقل، با فهم، با خیرت هستند و ما احساس میکنیم که بعضا قوه‌هایی که بر ضد دولت هستند، بر ضد خلق ملت هستند، همین قضیه کولاب رو ماهرانه به منفعت خود استفاده بردند. نزدیکان عبدالقهار رازقوف روز 3 ینور نیز با طلب تفتیش عادلانه در نزد حکومت شهر کولاب اعتراض کردند. مقامات کشادن پرونده را نسبت به بعضی از اعتراضگران از احتمال دور نمی‌دانند. حالت آبوشونه و زدن مانگی با رفتی ادامه تفتیشات در عرفه آغاز یافتن پرونده هم مولت مرافعه است که با انجام رسید حتما ما قرار نهایی قبول میکنیم و با رفتی تفتیشات هم با شما در علاقه بشیم خبر میرسیم. عبدالقهار رازقوف به اتهام دست داشتن در فروش مواد مخدر شب 2 ینور در کولاب بازداشت شد و در بینای پلیس درگذشت. نزدیکانش میگویند که او زیر شکنجه جان داد. مقامات میگویند هنوز تفتیش این حالت را معلوم نکرده است.